میاد نه برای تو اینجوری نیست. نه وای سلام جیفم چطورید؟ بچه اومدیم با چالش ترکیب پر رو با چشم بسته انتخاب میکنیم که چی با هم ترکیب بشه، بعد اونو مزه میکنیم و باید حداقل 3 تا از مزه رو حدس بزنیم. اگه حدس اشتباه بود مجازات میشیم. بله اونو میخوریم دیگه. بچه‌ها همش رو تو این ترکیب میکنیم و بعد اینو میخوریم. میخورم. چپ یا راست؟ چپ. خب شانس. وای حالم داره من میخوره، هنوز نخوردم. چپ یا راست؟ چپ. بد بود؟ دیگه ترکیبش بد میشه. من میدونم که هرچی اینجا تو اینا بدترینه اونا اومده واسم. شانس ما شخمی هم. یکی چپ یا راست؟ راست. خاک تو سرت. من بویای ندارم چیکار کنم؟ چجوری تشخیص بدم اینا؟ چپ یا راست؟ چپ. چون گفتی چپ خوب بود؟ درسته ننداز. چی بود؟ ریش کن توش تخمار بود؟ گندی میاد. میاد. چپ یا راست؟ نکن. چپ. چپ؟ آره بوش رو احساس کردم. نه بوش کنی. نه شوخی نیست. ببینید به بچه‌ها خدا اصلا بعد به من میگین جرزن. نه. میبینید واقعا که توقع ندارم ازتون. جدی بیایم نکن. آدمی که چشش بسته است مظلومه. خب حالا میریم که اینو ترکیب کنیم. رفتی؟ من نمیبینم. قراری چی بخورم؟ رفت ترکیبش کنه. تو سرت. خب بچه حالا باید این ترکیب سمی رو مشابه بچشه. نه سب کن. اگه با بو کردن تونستم 3 تاش حدس بزنم نمیخورمش، ولی اگه نتونستم حدس بزنم میخورم. یعنی تو دهنم میکنم ولی میتونم بریزم بیرون چون خیلی سمه. خیلی استرس دارم. خب بچه ها این هم از ترشوب سمی. داره میریزم. حواست باشه. شیر کاکائوه؟ ببین چه پرش نکن. قیافه خوشمزه داره. چه شیکی درست کردم. گوش کن حالا. به گفته خودش اگه 3 تاشو تونست حدس بزنه نمیخوره. خب پودر شکلات که توشه. خب یکیش. خب 2 تا دیگه مونده. بو سرکه هم میده ولی چیز توشه. نگفتم هنوز. گفتم ولی کلمه ترشی نه کلم. اشتباه گفت. ای همین چرخ دیگه تا یکی دیگه میتونی بگی دیگه نمیشه. خب این که نمیشه تا 4 تا میتونم. نه تا 3 تا دیگه همیشه تا 3 تاست. خب تو در صورت میگی بخور. پودر شکلات توشه. خب. سرکه توشه. نه خب با سرکه میومد. چرا دروغ میگی؟ هست تو ویدیو که من سرکه نریختم. نگاه نکن. خیلی نه از این نگی گفتی سرک شیر توشه. نه خلاص تمام خلاص. نمیخورم. حالا نمیدم. قلوب باید نه قورت نده. تو دهنت کن مزهشو باید بگی. تخم مرغ با پوست؟ نه کشکمه تخم مرغ. آره دیگه چرا با پوست؟ خوشمزه تره چون میفهمیدی خب باید تا 30 ثانیه تو دهنش نگه داره. آره دیگه قورت که نباید بدی. قد جیغ جیغ نکن. کر شدن بچه. حداقل تو دهنت نگه دار 30 ثانیه. 10 ثانیه تو رو خدا. نه حالا بد میشه. باید طاقت کنی ها. میشه دماغمو بگیرم؟ آره 1 2 3 برو. بخور دیگه. قورت نده. مریض نمیشم؟ قورت اگه ندی نه. بخور دیگه. حالا یارو قورباغه زنده میخوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. خیلی ولی خدایش بد بود. علکی میکنه آنجوری بچه ها. گول نخوری. خدا بهم رحم کنه فقط. چه مزه بیشتر اذیتت کرد؟
ها داره ریکاوری میشه. نمیدونم چی برات انتخاب کنم. چی خب همه چی هست. من هر باید دو خواب کنم. طرف رو بد میزنم و یکیش خوب یکیش بد باشه. بیسکویت، تخم مرغ، شکلات اینا بد بود. سس کچاپ، سس الان چیز. چی بود اینا؟ خودم هم یادم نیست. بگو ببینم. شکلات بود و پوز ماهی، شکلات، تخم مرغ با پوست، هندونه. ماهی. هندونه هم بود؟ تخم مرغ با پوست. وای با هندونه با ماهی که قاطی میشد خیلی بد بود. بیسکویت بود با سس خردل. خاک تو سرت. وای من سس خردل چقدر خرم. سس خردل رو میکروفون دیدم پاک کردم. اینجا چرا هست نگفتم؟ تازه. خیلی من خرم. خیلی خری. نه خریت نسبی هم نه. بریم که من ترکیب سمی رو بزنم. تو رو خدا اینجا میبینم بعدا چیزای بد و خوب بیار. تو خودت یکی بعد که خوب بود؟ آره من بیشترش هست. من ندارم. باشه میبندم. با چشمم ببن. نه نگاه نمی کنم. خب هی زهر مار. چپ یا راست؟ راست. راست میشه این ور چشاتو باز نکنی یا آه خدا. بیسکویت بود. چپ یا راست؟ بو نکن. چپ. یا خدا این چی بود؟ خیلی بدی اگه دوتاشو بد بیاری. تا اینجا خیلی خوب پیش رفتم. چپ یا راست؟ گوشام. چپ. خدا بهم رحم کنه. خیلی چی کار کنم میفهمی اگه بذارمش رو میز چی کار کنم؟ بنداز داخلش دیگه. باش انداختم. چپ یا راست؟ راست. وای نه. جان آوانینا. مثلا الان اینجوری میکنی من نمیفهمم. چپ یا راست؟ چپ. یعنی یه چیز سمیه. بچه هاستم دعا کنیم. همش خوب من میارم هر چیایی که دوست داری. چپ یا راست؟ راست. همش میگه راست. یه دفعه داد نه. ها دیگه بسته. خب من رفتم بچه ها اینم ریختم روش. خب چون اگه جلو خودش میریختم میفهمید از صداش. وای یعنی یک چیز انی شده میخوای بگم چی توشه؟ اونجا یعنی بوش کردم خواستم بالا بیارم یعنی اینقدر بدا. خب به گفته خودش اگه 3 تا چیزی که تو داخلش هست نه رو برای تو اینجوری نیست. نه من خودم پیشنهاد دادم. میرزم رو سرتا. بده من. به گفته خودش 3 تا چیزی که داخلش هست بزنی دیگه نبا بخوری. تو همه رو بو کردی. من بویای ندارم. اینجوری میگه که درزنی نکن بیشور. خب هر 3 خودش تاشو اگه هم حدس نداره. بزنی نباید بخوری. ایلی بد سمیه با میده. سیر توشه. خب نه یک اشتباه گفتی. نه سیر توش نیست. الکی نگو. به خدا سیر توش نیست. تو دوربین مشخصه. بیسکویت. آره بیسکویت توشه. یکی درست گفتی. ماهی. ماهی هم ماهی توشه. میده. خب 3 تا گفتی میتونی خودت به من گفتی 3 بار میتونی حدس بزنی. 3 تا نه رو 3 تا گفتی. اشتباه گفتم. نه تا 3 تا اشتباه. من میتونستم بیشتر بگم پس. با هفلو. تا 3 تا تو اشتباه گفتی. تا 3 بار چی اشتباه گفتم؟ حالا بگو 2 تا رو گفتی الان. یکی رو اشتباه گفت. پنیر. ها؟ درست. خدا شکرت. نه ولی قبول نیست. به من گفتی اشتباه 2 تا فکر کنم اشتباه خب حالا گفتم. 3 تا گفتم دیگه. 3 تا تو درست گفتی ولی من جا داشتم که 3 تا اشتباه بگم. تو نگفتی 3 تا اشتباه میتونی بگی. گفتم که تا 3 تا میتونی بگی. 2 تا اشتباه گفتی. یکی دیگه اگه درست گفتی دیگه. نه یکی دیگه. نه من قبول ندارم اینجوری. از گلوت پایین نمیره این پیروزی. هندونه هم داره نه؟ خودم جدی آدم نیست. آره اندونه با پوست نختم چه یزیدی هم من. گری. لوبیا لوبیا توشه. یک چیز سمیه با. خب حالا برای اینکه یکم جیگرمون یخانی بشه 10 ثانیه بوش کن. نفس عمیق تو رو بکش. خدا. جیگر بچه ها خنک بشه. بچه ها اعتراض میکنن تو کامنت ها. بچه ها نمیدونید چه بوی
این چون لوبیا داره خیلی بدتری. ماهی و لوبیا. نفس عمیق بکشم یا یه نفس مثلا عمیق؟ 2 تا نفس عمیق بکش. دی ارفاق در حقت میکنه. وای یکی دیگه مونده. اگه خیلی حالت بد میشه ولش. خدا نه. بچه‌های دیگه بالا میاره اینجا اگه ادامه بدیم. ولش کن، گناه داره. حالا بردی دیگه، بردی عزیزم، ببخش. خیلی بیشوری، من برده بودم. خب بردی. چه فرقی داره با تو خوردن؟ به حالا؟ چشم ما همش برنده. چه فرقی داره با خوردن؟ حالا بد شد. گوشم بودم. حالا چی توش بود اینا؟ لوبیا، ماهی، نمیدونم، خودتون ایدار نشونشون بده اینجا بیاد که چه چیزای توش چیز سمی بود. ای برنده این مسابقه ملی مجازات نشد. اشکال نداره، من دلم نمیاد همیشه تو رو مجازات کنم. البته بردی یادی نمیشم مجازات. دلت نمیاد بردم. تمام سعیشو کرد که من اینو بخورم ولی خب کور خوندی. من بچه‌ها، بردم. شما در خانه اینها رو امتحان نکنید چون خیلی بدم. ما نخوردیم که حالا چون نخوردیم خطر نداره تو دهنم نگه داشته ولی همونم خیلی حال بهم زن بود. خیلی بده. لایک و کامنت ها رو بهتر کنید. کامنت انگلیسی معنیدار یادتون نره. سابسکرایب اگه نکردید همین الان سابسکرایب کن، زنگوله‌ش هم بزن که زودتر سن بخبر بشی. بعدش هم بگین که چالش بیشتر بذاریم یا موضوع دیگه. خیلی دوستتون داریم. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. Young and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy chick, she touch her toes. Leaning like the tower of pizza. Eating my car, she got pizza. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Shout out my nigga, no t-shirt. Hey, I just pop 5 baddies, 2 hands in my couch. Wash it down, no Krabby Patty. What?